روش نصب کیت انشعاب فاضلاب با لوله و اتصالات پلی‌پروپیلن پوشید. محل مورد نظر انشعاب فاضلاب را حفاری کرده تا به لوله اصلی برسیم. با توجه به سایز انشعابگیر از گردبر مربوطه جهت سوراخ کردن لوله دوجه‌داره استفاده نموده. جهت سوراخ کردن انشعابات بعدی باید تکه لوله دوجه‌داره از داخل گردبر را خارج کرد. جهت تمیز نمودن محل نصب انشعابگیر و اطمینان از آببندی بهتر، پلیسه‌های اطراف سوراخ را با سنباده صاف نموده. ابتدا بدنه انشعابگیر را به صورت زاویه‌دار داخل لوله دوجه‌داره به طوری که شیار روی لاستیک آببندی به سمت خودمان باشد قرار داده. یقه انشعابگیر را با توجه به پین‌های راهنما و روی شیارهای بدنه انشعابگیر قرار داده. لازم به ذکر است فلش‌های روی یقه انشعابگیر جهت مونتاژ رابط انشعابگیر را نشان می‌دهد. طراحی خاص لاستیک آببندی انشعابگیر جهت جلوگیری از ورود ریشه درختان به داخل شبکه فاضلاب و آببندی مناسب‌تر. مهره تنظیم کننده ضخامت لوله را قبل از بستن رابط انشعابگیر بر روی بدنه نصب نمایید. طراحی خاص انشعابگیر 4 تکه توسط شرکت آبشار جهت نصب بر روی لوله‌های تکچه‌داره UPVC. استفاده از مهره انشعابگیر جهت تنظیم انشعابگیر بر روی لوله‌ها با ضخامت‌های متفاوت میباشد. طراحی خاص لاستیک آببندی انشعابگیر به صورت برآمدگی‌هایی که در اثر فشار با لایه داخلی لوله اصلی باعث آببندی بهتر می‌گردد. رابط انشعابگیر را بر روی بدنه با توجه به جهت فلش‌ها مونتاژ نموده و سپس با آچار مربوطه محکم سر لوله‌های PP پوشید را جهت سهولت در مونتاژ و جلوگیری از تخریب لاستیک‌های آببندی به مایع روان کننده آغشته نمایید. طراحی ویژه پایه سیفون PP پوشید جهت دقت در تراز کردن سیفون و جلوگیری از خارج شدن سیفون از هوابند می باشد. خروجی سیفون PP پوشید را جهت سهولت مونتاژ بر روی لوله به مایع روان کننده آغشته نمایید. نصب آبتراز بر روی سیفون‌های آبشار و طراحی خاص پایه سیفون جهت رعایت هوابند و تراز انرژی می باشد. توجه داشته باشید در صورت عدم تراز نمودن سیفون امکان خروج بو، سوسک و حشرات از داخل سیفون به منزل مشترک وجود دارد. تقویت مخزن سیفون‌های شرکت آبشار با تأمین 2 هدف که عبارتند از الف نشان دادن جهت جریان فاضلاب، ب افزایش ضخامت در مخزن به جهت مقاومت در برابر ضربه‌های فنر و واترجت جهت جلوگیری از شکستگی کف مخزن. نصب لوله علمک بر روی سیفون PP پوشویی. مونتاژ شیر خودکار فاضلابی
قبل از سیفون جهت جلوگیری از ورود فاضلاب به داخل ملک مشترک در صورت پر شدن شبکه. درپوش لاستیکی را جهت جلوگیری از ورود آشغال به داخل سیفون روی لوله علمک نصب نمایید. دریچه بازدید گرد فاضلابی رولادار را روی درپوش لاستیکی نصب نمایید.